اما در مورد مهاجرت چیزی بگم که این مفرد به کار بردنش کلا به نظر من یک اشتباه دستوریه، به این معنا که ما چیزی به نام مهاجرت نداریم، ما مهاجرت ها داریم. یعنی مثل دیگه‌اش مثل ازدواجه، میگن ازدواج خوبه یا بده. ما چیزی به نام ازدواج نداریم، هر دو نفری فرق میکنن، بس همین هر ازدواجی به دیگه فرق میکنه. یا مثلا تهران خوبه یا بده، کجا عبدالآباد زندگی کنه یا مثلا تو ولنجک. من زیاد آپدیت نیستم در تو این کجای تهران من خوب و اینا. بعد واسه همین این مفاهیم مفرد نیستن. مهاجرت هم همینطوری، مهاجرت هاست. یه جمله خوشگل شنیدم میگن که مهاجرت فعلی که هر کس یه جور صرفش میکنه. فکر کنم خیلی گویاست، ولی خود من حالا همین حس فکر کنم مثلا خودم دارم با کی حرف میزنم رو به دور جونم. بعد توی مهاجرت وقتی داشتم نگاه میکردم که اصلا ریشه مهاجرت، چون این تمام این 2 ماهی که اینجا هستم، این مهاجرت مسئله میتونه همه کسایی که میان مسئله شونه. وقتی نگاه میکنم میبینم خب احتمالاً مهاجرت از زمانی که ما یک جانشین شدیم، مثلا حوالی 10-15 هزار سال پیش معنا پیدا کرده. چون لایف استایل پیش از 10,000-15 هزار سال پیش ما که قبل از کشاورزی که شکارگر و جمع‌آوری کننده چه میدونم حبوبات و میوه ها و چیزای از این دست بودیم، بیس ما بر حرکت بوده. اصلا کانسپت مهاجرت اصلا خودش زندگی بوده، یعنی ما همش در حال سفر بودیم. چی داشتم میگفتم؟ مهاجرت خودش زندگی بود. یعنی حالا با اون باستان شناسا، دیرین شناسا، نمیدونم اونایی که روی ژنتیک رو دنبال میکنن، ما مسیرها رو در آوردیم. مثلا ما چند بار توی 200,000 سال گذشته از آفریقا، از مبدأمون اومدیم بیرون توی عربستان، بعد اومدیم آسیا، بعد رفتیم اروپا، نمیدونم یه سریمون رفتن آمریکا 40,000 سال پیش، سریمون رفتن استرالیا. واسه همین زندگی خودش مهاجرت بود. ولی از یک جای، از اون جایی که یک جانشین شدیم، حالا اطلاعاتی ما الان داریم 10 تا 12 هزار سال پیش تا حداقل 15 سال پیش ما یک جانشین شدیم و از اونجا احتمالاً اولین سائقه های مهاجرت از سرزمین از یک جایی برای ما چی شد؟ خانه شد، یک جایی برای ما سرزمین شد. وقتی برمیگردم بهش نگاه میکنم فکر میکنم که برمیگرده به آشنایی. یعنی کل قضیه برای ذهن ما آشناییه، چون ذهن ما همش میخواد به همان، به آشنا برگرده و یهو این تغییر تمام اون آشنای زدایی که چرس کنم، مثلا یه چیز بالکل غیر آشناست براش و این اون جایی که ما احساس غربت میکنیم. من از ذهنی فکر میکنم این اتفاق برای ما میفته. حالا من و هوس این سالها از وقتی که با هم بودیم تو این 19 سال اینطوری بوده. یعنی با هم سفر میکردیم، استان مرکزی عراق بودیم، نمیدونم شاهرود بودیم، سمنان بودیم، بابلسر بودیم، فریدون کنار بودیم، گیلان بودیم. ولی باز اون مهاجرت همچنان انگار تو یک سرزمین آشنایی است که کمی غریبه است. ولی مهاجرت از یک سرزمین به سرزمین دیگر واقعا چیز دیگری است. من خودم تو ایران بودم، گفتم مثلا شبیه این که حالا اینم مثلا اینکه شبیه فرار میرسید، گاهی اوقات به عنوان نجات میرسید. ولی واقعیت اینه که این جمله رو اون زمان میشنیدم که اونایی که مهاجرت میکنن شجاعت زیادی میخواد. حالا من چون تو ایران تجربه میکردم میدونستم حالا اینقدر چیز خاصی نیست، ولی واقعا اونایی که مهاجرت میکنن یهو ذهنشون کاملا روبروی چیزهای جدید قرار میگیره، از همه چیز واقعا. و حالا من به نوع چیا میپردازم، امیدوارم خودم نوشتم یادم نره، من از این شاخه به اون شاخه زیاد میرم. اونایی که مهاجرت میکنن و پناهنده سیاسی میشن، یعنی مجبورن دیگه نمیتونن برگردن، به نظرم اون سخت‌ترین نوع، حداقل برای من سخت‌ترین نوع مهاجرت واقعا.
من دوستایی دارم که خبرنگارن، واقعا همش دل من پیش اوناست، همش سعی می‌کنم ازشون سراغ بگیرم چون برای خودم یک سایه است و ترسه. جونم هستی جونم، انرژی بدیم به هم بچه‌ها، انرژی بدید. حالا بذار به اون شخصیه میپردازم، در تاریخش رو میگفتم. بعد این مهاجرت مثلا چرا از نیشابور میرفتن بغداد دانشگاه، یا مثلا اومد جلوتر، بذار به معاصرترش بیایم، اون چی که تو ایران رخ داد. مثلا من الان بیشتر صادق هدایت رو میفهمم، من الان بیشتر شریعتی و جلال آل احمد و نمیدونم تقی‌زاده و ملکم خان اینا رو میفهمم، درک میکنم، از این باب که ما اولین مهاجرت های ما تو عصر جدید از زمان عباس میرزا بود. ما هی روبروی روسیه شکست های مختلفی خوردیم و این ضعف، این یه عقده حقارتی به ما داد. حالا قبلش هم که تو دوره صفوی اون حمله افغان ها و نمیدونم وضع اوضاع بد و این حرفا، عباس میرزا هم که تو زمان قاجار شکست سنگین خورد از روسیه، این براشون این هم یه بار حقارت داشت و همین سوال ایجاد کرد که چرا. از اون زمان شروع کردن به دانشجو فرستادن به خارج از کشور. تو عباس میرزا اون زمان قاجار، زمانی که ما شروع کردیم مواجهه با غرب، خصوصا که غرب اومد سمت شرق، حالا از کشور ما بگیر تا ژاپن، واکنش‌های متفاوتی رو برانگیخت برای ما. الان گفتم شریعتی و تقی‌زاده اینا رو الان میرسم بهش. اینکه ما شروع کردیم به دانشجو فرستادن، الیت‌های سیاسی ما میرفتند، دانشجو میومد به اروپا و اون اتفاقی که میافتاد از اون زمان، یعنی حدود 1250. بعد این اتفاقی که افتاد، اینا که میومدن غرب، واقعیتش اینه که حالا منهای اون حقارتی که ما تو از شکست روس‌ها داشتیم، اوضاع بدی که داشتیم، اتفاقی که افتاد این بود که این حقارت، احساس حقارت بیشتر شد. من این روزها خیلی پایه تحلیل سیاسیم رو این عقده حقارته. این که الان میگم براتون چرا یهو میای اینجا، مثلا من خودم اومدم اینجا، باور کردنی نیست واقعا. یعنی امنیت، مثلا در خونه رو نمیبندی، چیزی به نام دیوار اینجا وجود نداره، در خونه رو نمیبندی، اینجا همه چیزش به سامانه، شما هیچ نگرانی از بهداشت درمان. من که اینجا پاسپورت ندارم، من همینجا اقامت تمدید شده دوباره الان 3 سال دیگه، در واقع مهمانشونم، ولی بهداشت درمان رایگانه. بعد میبینی آموزش کاملا رایگانه، اینجا به دانشجوهاشون پول میدن، نمیدونم. البته جمعیتشون کلا 5.5 میلیون نفره، مثل ما 85 میلیون نیست. بعد همه چیز مرتب، اینجا پر از مزرعه است، کلا 3 نفر هستن که یک مزرعه‌ای که مثلا تو ایران شاید 200 نفر باید باشن. از نظر سیاسی، نمیدونم اجتماعی، همه چیز اوکیه و اون احساس حقارت داد. بذار من برگردم به همین چیزی که دوست داشتم با شما شیر کنم. این که اتفاقی که افتاد، اینا اومدن این همه پیشرفت غرب رو دیدن، دموکراسی رو تو غرب دیدن. کیا؟ اون کسایی که از ایران اومده بودن اینجا، از کی؟ از زمان مشروطه تا الان، و واکنش های متفاوتی دادن. جان اوکی جان. این که مثلا کسایی مثل ملکم خان، کسایی مثل مستشار دوله، کسایی مثل تقی‌زاده، اینا اومدن غرب و احساس کردن که اون همه عقب موندگی ما به خاطر اینه که ما حکومت قانون نداریم. اینا دیدن که همه چیزمون نابسامانه، سیستم سیاسیمون استبدادیه، سیستم اقتصادی نابوده که دیگه ما هممون میدونیم، من وارد جزئیاتش نشم، چون داریم خودمون داریم تجربهش میکنیم. بعد اینا اومدن و سعی کردن شروع کنن به ساختن، یعنی ایدهشون این بود که برگردن و ایران رو بسازن که مشروطه ثمره همینه، انقلاب مشروطه. یه عده دیگه‌ای هستن که اون عقده حقارت، یعنی اونا عقده حقارت رو دیدن اینجا، تجربه کردن و برگشتن ایران رو بسازن. که مثلا برادر من کوروش هم که از همون نمونه‌است که حالا اون 20 سال پیش از هلند برگشت ایران و با همین دید. یه سریشون هم مثل شریعتی و آل احمد، از حالا از قبل‌ترشون اقبال لاهوری و سید جمال الدین اسدآبادی و شریعتی و جلال آل احمد و اینام بودن که اینام دوچار همون عقده حقارت شدن در مواجهه با غرب. ولی متاسفانه راه حلی که جستن
راه حلی که جستن در بازگشت به خیشتن بود. اونم خیشتن، بذارید من از کلمه درست استفاده کنم که کسی بر نخوره، مهاجمان مسلمانی که اومده بودن به ایران، اینا برگشتن به اون، یعنی در واقع اسلام رو آوردن به عنوان مرجع برای نجات. اینا همشون از همون عقده غارت برمیخیزه، فقط روی کردشون فرق میکنه. یه عده هم مثل صادق هدایت بودن که نتونستن، یعنی فکر کرده خب انقدرم یارو مثل کسی مثل صادق هدایت، یارو خوب اومدن، صادق هدایت انقدر اختلاف داشت با جامعهش که راهی جز کشتن خودش نداشت. و یه عده هم هستن که نه سو کول، من اونجوری نیستم، ولی کاملا میفهممشون که میگن خب اوکی، ما یه جایی متولد شدیم، این شانسیه، هیچ افتخاری نیست که من ایرانی ام، من دانمارکی ام، من چه میدونم آمریکایی ام. هر کسی یه جایی متولد میشه و این یک داستانی رو تجربه میکنه، مدرسهش، خانوادهش، جامعهش، این حرفا، ولی به سنی میرسه که میتونه زمین رو وطن خودش میدونه، نه ضرورتا جغرافی که دورش خط کشیدن. اونا میتونن دیگه به اون زمین رو، جهان رو مرکز چی میدونن، در واقع جهان زیستن، یعنی کل زمین وطنشونه و میتونن انطباق پیدا کنن با سرزمین، با هر جایی که میرن و میتونن کارشون. خیلی‌ها که ما میبینیم آدمای بسیار موفقی هستن، بیزنسمنن، ساینتیستن و اونا اینطوری جهان رو میبینن. یعنی من فکر میکنم این 4 تا رویکردی که حداقل تا الان من دیدم. سلام عروض جانم، شکوفی جانم، خوش اومدید. سلام رفیقان، محمد جان. آره من تا الان این 4 دسته رو دیدم، کسایی که برگشتن بسازن ایران رو، مثل تقی‌زاده، مثل ملکم خان، مثل خیلی ها مستشار دوله و این حرفا، و عده‌ای که اومدن بسازن، باز پاسخی به همون عقده حقارت بود که از توشون شریعتی و چیزایی از این دسته رو اومد که رفتن راه چاره رو در 1400 سال پیش جستن و آنچه که الان تجربه میکنیم نتیجه تفکر اوناست. و یه عده‌شون مثل صادق هدایت انقدر این شکاف زیاد بود، این عقده حقارتی که احساس ملتش میکرد، خودشو کشت. و عده‌ای هم که نه، رفتن و سازگار شدن و اصلا کلا از این داستان اومدن بیرون، از داستان وطن و نمیدونم سرزمین و کل جهان رو سرزمین خودشون دیدن. که تبلیغات ببینیم برمیگرد. ما مردا هیچ کدوم تو نمیخوایم به این بالا، یعنی مثلا خلا بشن اینجا با خودم حرف بزنم، یعنی با خودم، با تصویر خودم. این از مهاجرت. حالا دیگه به قول هستی ول کنم تاریخچه رو. در رابطه با خودم اون بخشو گفتم پیش، در این که واقعا مهاجرت ها داریم، مهاجرت نداریم. صرف مفرد این کلمه یا این فعل غلطه. به خیلی چیزا برمیگرده، از اینو به قول بچه معروف از آخرش اول بگم که چیزی که میخوام بهش برسم اینه که واقعا کسی نمیتونه بگه که مهاجرت خوب است یا مهاجرت بد است. خیلی وابسته به چیزهای مختلفیه که من میخوام الان در مورد این دوتا صحبت کنم، که به چه چیزهایی وابستگی داره و چه اتفاق عجیبیه که اونو در آخر میگم. این که مثلا شما تو چه سنی مهاجرت کنید، این خیلی مهمه. این که شما سطح زبانتون چقدره، اون کشوری که میرید، آلمان میرید، آلمانیتون چطوریه، یا اگر انگلیسیتون خوبه، انگلیسیتون بده، این خیلی وحشتناکه. یا اگر انگلیسیتون خوبه، کشور انگلیسی زبان رو انتخاب کنید. و یا اینکه کشور مقصدتون کجاست. مثلا من توی دانمارک واقعا بدون مبالغه میگم، یعنی یک آدم نجات پرست من ندیدم. یعنی من اومدم اینجا میفهمم که ما تا دسته نجات پرستیم. یعنی بلایی که ما سر افغان ها آوردیم واقعا ما نجات پرستیم. بالا که اونایی که نیستن ها. من دارم عمومی که چی میکنم، عموم تجربه که من تو ایران داشتم با تجربه که اینجا میکنم. من اینجا میرم فروشگاه، به قول مازندران قیافه داد زنده که از خاورمیانه اومدم، همشون با لبخند. اصلا وظیفه یارو نیست که نایلونی که میگیره باز کنه و بده به دست من. یا میریم اینجا مثلا واکسن بزنیم، درو باز در برای ما باز میکنه. اصلا
بی‌نظیرن. یعنی دانمارک واقعا من تا حالا تجربه بدی نداشتم حتی یک مورد. چون دور و برم زیاد دیدم کسایی که مهاجرت میخوان بکنن یا کردن. مهمترین چیز تو مهاجرت اینه که خب این مهاجرت به قول تو که توضیح خیلی خوبی هم دادی که از اول چجوری بوده، حتی پیامبرای ما اگه دینش رو بخوایم حساب کنیم، حتی نه حالا دینیش، من لیست تاریخی مهاجرت کردن و موفق بودن. محمد پیامبر اسلام همین کارو کرد و اصلا نقطه تاریخ اسلام همین شد و خیلی موفق بود. وقتی مهاجرت کرد موفق شد و این دفعه با دست پر برگشت به اون شهر. من حالا دست بالا رو دارم. موسی هم همین کارو کردش و اتفاقا خیلی موفق بود. این خیلی الگو تاریخیه. آره الگو تاریخی واقعی که غیر واقعی الگوش هستش. آره الگوش هست. پس معلومه چیز اوکی و خوبیه ولی تحت شرایطی. حالا من دارم مهاجرت از دید این چند سال اخیر رو میگم که به اضافه این که مد شده که مهاجرت کنی، حتی این مد شده هم یه پیش زمینه‌ای داره که چرا مد شده، حتما یه نیازی بوده که مد شده. بله. مهمتر از همه کسی که میخواد مهاجرت کنه، من خودم آدم نیستم که مهاجرت کنم، فعلا تو خودم ندیدم این نیازو. اما کسایی که این کارو میخوان بکنن، به نظر مهمترین سوال اینه که چرا میخوان مهاجرت کنن. یعنی وقتی شما میخواد مهاجرت کنی دلیلی داره دیگه. اون دلیلت چی میتونه باشه؟ آیا آزادیه؟ آزادی منظور آزادی پوشش، آزادی تو اجتماع هستش؟ آیا بله. آیا قضیه مادیه، یعنی پول، رفاه بهتره؟ آیا قضیه از جای کندن و رفتنه، یعنی تو یه چیزایی اینجا اذیتت میکنه، افرادی اذیتت میکنن میخوای بری؟ یا اینکه اصلا نه قضیه سیاسیه، یا اینکه نه قضیه زندگی بهتره، کلا کانسپت بزرگتر، یا اینکه نه مثلا واسه اصلا داری چیز میری درس خوندن میری. این که چه چیزی، یعنی چه سوال مهم اینه، سوال مهمتر از همه چیزا اینه که چرا میخوای مهاجرت کنی. بله چون میتونی باید چگونگی به قول یارو کنار بیای بعدش. آره دیگه. و بعد تازه بیای بگی که اوکی حالا من چرا میخوام مهاجرت کنم و دلیلش رو فهمیدی و چرایش رو فهمیدی، حالا مثلا تو چیکار کنی؟ پیدا کنی. الان برعکسه. الان ما به قول معروف از اون ور داریم نگاه میکنیم. چیکار میکنیم؟ میگیم من میخوام مهاجرت کنم. خب چرا؟ بعد میگه خب زیاده کجا آره بعد کجا میخوای بری؟ میخوام برم کانادا. چرا؟ چون همه دارن میرن اونجا. در صورتی که تو اگر بدونی چرا میخوای بری، مثلا اگر برای تحصیل میخوای بری، شاید کانادا برای تو مناسب نباشه. من مثال دارم میگم باید مناسب باشه. یا مثلا اگر میخوای بری کشوری که مثلا به فکر فرزندتی که خودت هیچی فرزند زندگی بهتری داشته باشه، مثلا مهاجرت کنی مثلا استرالیا، آیا واقعا واسه فرزند جای مناسبی استرالیا یا نه یه کشور مثلا اسکاندیناوی مناسب تره؟ نظر این سوال خیلی مهمه که اکثر سوال انجام نمیدن و فقط یه فرآیندی شده که آقا ما بریم. یه مورد دیگه هم بگم اینه که اکثر ماها، یعنی اصلا همه، اگر شما جایی که هستی نتونی از زندگیت لذت ببری، به نظرم هیچ جای دیگه نمیتونی لذت ببری. منو دیدم جایی که در بسته است. آره میلاد اینو میپذیرم. جایی که در بسته است شاید خیلی قبول نکنن و بگن که نه بابا مگه این من قبول میکنم. نمیخوام تو خونه اون احساس خوشبختیه تو خونت هستی، هر جای دنیا باشه همونه. آره همونه. بیرونش فرق میکنه، بیرونش میره فرق درک میده بیرون. دقیقاً اینو از این جهت میخوام بگم که من دیدم، یعنی کسی رو من دارم سراغ دارم از همکارا که به شدت میخواد بره، یعنی خیلی تلاش میکنه به همه خانواده‌اش اون بره و نمیتونه، ولی نمیشه و مدام هم داره غر میزنه و این پروسه 15 سال داره پیدا میکنه. 15 سال میخواد بره نمیشه، 15 سال داره غر میزنه. زندگی تعویقی عجیبی درست میکنه میلاد. زندگیشو از دست داده. چرا؟ چون میگه که اینجا درد نمیخوره و میخوام برم. بله میلاد خیلی نکته مهمه. و آره نکته آخرش هم اینه که بعدش هم توی ذهنت یه سری چیزایی میچینی که آخه اونور اینجوریه، به خیلی عالیه، خوبه، من میرم اونور دیگه همه چی عوض میشه. اما واقعا اینجوری نیستش. من مهاجرت نکردم ولی فکر میکنم که وقتی مهاجرت میکنی شما از زیر صفر شروع میکنی. هر چی سن بالاتر بره این زیر صفر بودن بیشتره. میلاد من اینجا اینو باید بگم که یعنی شما شاگرد اول هر چیزی تو ایران باشی میای اینجا ته صفی. یعنی اونجا ایزوله است. یعنی واقعا
نمیدونیم داره جهان کدوم سمت میره. یعنی وقتی میام اینجا میبینم که what the fuck ما چقدر تو همه چیز نمیدونستیم. یعنی این شاکه انقدر سنگین و قویه. من بارها به پهنای صورت گریستم میلاد. یعنی یهو باور کردنی نیست که چقدر اینجا منتهی که سرعت. حالا چه میدونم ایران آینده درها که باز شه تازه میفهمیم ما چقدر باید سفت و سخت کار کنیم. یعنی ما الان توی جامعه ایزوله هستیم و اصلا نمیدونیم اونجا داره چقدر دنیا عقبی. مثلا این کسایی که اینطوری میان که اینجا بده بیام اونجا اوکی میشه، واقعا اینجوری نیست. اینجا فشار خیلی بالاست. اینجا فشار خیلی سختی می‌کنم. به عنوان مثلا یه کسی مثلا توی کار اصلا دولتی توی شرکتی یه پوزیشن کاری داره، یک مدیری هست و به این عادت کرده، اما وقتی که مهاجرت میکنه و میاد خارج میگه هر چیز سیم بالاتر بره اون زیر صفر بودن بیشتر است. من نمیگم صفر، حتی زیر صفر. میاد خارج و به هر حال میبینه که دیگه اون پوزیشن رو نداره و اصلا خیلی ضربه‌ای بهش وارد میشه و اینو هضم کردن خیلی سخته. این اتفاق عجیبه که برای ما افتاده. این اتفاقی که افتاده اینه که ما از اینجا مونده از اونجا رونده شدیم. یعنی هم باشیم تو ایران فشار داریم، هم میایم بیرون از ایران فشار زیادی داریم و این یه چیز دو طرفه است. یعنی هر دو برش اینطوریه. دیگه چی رو گفتم یکی این که سن مهمه توی مهاجرت، یه جغرافیایی که میرید کجاست. مثلا تو آلمان و نمیدونم اتریش که دوستای من میگن، خب خیلی یا هلند که برادرزاده من زندگی میکنه نجات پرستیشون خیلی بیشتر. دانمارک اصلا اینطوری نیست. خیلی مهمه که کجا میرید. زبانشون خیلی مهمه، سطح زبان شما خیلی مهمه. و نوع مهاجرت این که مثلا دانشگاهی میاد، برای کار میاد، نمیدونم چطوری میاد. اونی که تو دریا مریا اونایی که من اصلا نمیفهمم چیه. یعنی نمیگم که اشتباه میکنن یا کار فلان نیست، منظورم که من نمیتونم اصلا نمیفهمم یعنی چی. واقعا باشندگان عجیبی هستن. بعد اینکه به صورت ازدواج میاد یا پناهنده میشن. قبلا گفتم پناهنده ها واقعا اصلا دو سه دوستای مثلا که روزنامه نگار هستن و نمیتونن برگردن، اونا خیلی دل شیری دارن. بعد اصلا بعدیش تایپ خواستم راجع به مهاجرت بود لایوت، گفتم بیام یکم راجع به مهاجرت. خودم الان تقریبا میشه گفت 11 ماه این حدوداست که اومدم اینجا. دانشجویی هم اومدم فکر کنم بدونیم. بله. اولا که با حرف میراجا یک قسمتشو موافق نبودم که گفتن اگه توی کشور خودت احساس خوشبختی نمی‌کنی هر جای دیگه هم احساس خوشبختی نمی‌کنی. من خیلی موافق نیستم. به عنوان کسی تو ایران یعنی تا یه جایی، حالا غیر از این 11 ماه ولی قبلش، هر فشار و سختی که الان مردم دارن تو ایران میکشن و خب منم بله اصلا که زن باشی تو ایران بله خیلی فرق میکنه کل قضیه. و اینکه حالا فشار اقتصادی که خب همه خیلی خوب درکش میکنن، اون آزادی و این چیزایی که خیلی راحت میگیم اگه فقط به خاطر آزادی میخوای بری، آزادی خیلی چیز مهمیه، خیلی چیز مهمیه، یه چیز حیاتیه، نباید انقدر راحت ازش گذشت. حالا اگه فقط واسه آزادی میخوای بری مهاجرت کنی، مثلا انگار که مثلا یه دلیل موجهی نیست که اگه آدم آزادی نداره بخواد مهاجرت کنه. شاید اون قید فقطه چیش کرد. بله میفهمم چی میگی. چیز شد. ولی من احساس میکنم که خیلی وقت تو توی خونه خودت احساس خوشبختی نمیکنی، خیلی از لذت‌ها رو نمیتونی ببری، ولی وقتی که میای یه جای دیگه تازه میفهمی که دنیا چقدر بزرگه. به قول همون چیزی که دقیقا خودت گفتی، چقدر ما عقبیم از دنیا، الان کدوم سمت دارن میرن همه و چقدر تازه چیزای نمیدونیم که نمیدونیم. بله میدونیم که نمیدونیم و کلی آدم جدید میتونی پیدا کنی، از کشورهای مختلف دوست پیدا میکنی و این خودش یه لذته. حالا غیر از این که اینجا آلودگی هوا نیست، آلودگی صوتی نیست، نجات پرستی نیست، نمیدونم تورم فلان نیست. خیلی کانادا شما نه؟ شما کجایی آتنا جونم؟ آمریکا. بعد میگم خیلی برای من این چیز جذابیه. من میتونم بگم که در حال حاضر الان از تصمیمی که گرفتم راضیم و فکر میکنم که الان
نمیدونم حالا یه ساعت دیگه چی میشه، ولی الان خیلی خوش. بله اکنون اینجا اینطور فکر میکنیم. بله ممکنه تجربه در حال حاضر خیلی خوشحالم از این کاری که کردم و از من خوشحالم برات. واقعا خوشحالم از این که اومدم و این احساس رو موقعی که تو ایران بودم نداشتم. همین امنیتی که مثلا تو میگی اینجا در خونه رو باز میذاری میری، هیچکی به هیچکی کار نداره فلان، اینجا هم دقیقا شهری که من هستم همینطوریه و دارم فکر میکنم که چقدر حتی همین امنیت داشتن روی طرز فکر ما تو ایران تاثیر میذاشت که تو مثلا میخوای یه دقیقه ماشین تو مثلا کنار خیابون پارک کنی 1000 تا قفل بزنی، نمیدونم اگه توی محله بدیه هی هر چند وقت یه بار سرت از پنجره بکنی بیرون نگاه کنی ببین کسی نبرده ماشین تو یا نه، ولی اگه کسی ببره اون ماشین رو دیگه حالا سالهای سال ممکنه نتونی دوباره بخری. میدونی همین چقدر فشار میاره و به نظر من خوشبختی و خوشحالی همین تیکه های کوچولو و ریز پازلن که کنارم، مثل آزادی و امنیتی که گفتی، مثل آزادی، مثل امنیت، مثل اینکه بتونی مثلا هر وقت آینده چشم انداز داشته باشی. دقیقاً بدونی مثلا اگر اینجا یه بچه رو به این دنیا بیاری حداقل یه پله از تو بهتره وضعش، شاید یه کمی شاید توی محیطی همین نجات پرستی که میگیم ما چقدر ما نجات پرستیم، واقعا پرستیم. آره. تو ایران بودم من این فکر رو نمی‌کردم و فکر نمی‌کردم نجات پرستیم، ولی الان میفهمم چقدر هستیم واقعا. من تا حدی میدونستم ولی الان که آدمای اینجا رو میبینم میگم واو اگه من جای اینا بودم مثلا هیچ وقت به یه آدمی مثل خودم کمک نمی‌کردم که من بیام مثلا به عنوان یه مهاجر بیام تو کشور اینا از امکاناتشون استفاده کنم، جاب اپورتونیتی‌هاشون رو بگیرم، نمیدونم تمام فاندای دانشگاه رو همه مال دانشجوهایی که اینترنشنال دارن میان اینجا. مثلا خیلی جالبه واسم که دپارتمانای دانشگاهی اینجا مثلا وقتی که بودجه کم میشه اینترنشنالا رو میذارن تو اولویت که بهشون فاند بدن. نمیدونم حالا همه دانشگاه اینطور. ببین من اعتراف کنم، من خودم اینجا میگم نجات پرستیم، خودم هم مثال بزنم. من اینجا مثلا میبینم مثلا این مسلمون‌های افراطی فلان اینجا میگم چرا اینا رو راه میدن؟ اصلا وقت بعد تو خودت اینجا کی هستی؟ مهمان هستی. ولی میفهمم، یعنی خودم هم هنوز درکی که اونا داره از پذیرش دارم من ندارم. یعنی من خودم اعتراض کنم اینا برای چی میان اینجا؟ دقیقاً برای میدونم چی میگه. جالب بگو جان. آتنا میخوام بگم من تو این تجربه اخیر که این خیزشی که تو ایران بود میدیدیم اختلافی که تو این اپوزیسیون هست، ببینیم ما هنوز آزادی اجتماعی گیر میدیم به حکومت، آزادی فلان نیستش، ولی واقعیت اینه که ما خودمون اینطوری نیستیم. یعنی آزادی اجتماعی از نظر من چی؟ آزادی اجتماعی یعنی آزادی هویت ها، یعنی هر کسی هر هویتی از خودش تعریف میکنه اون هویت اوست و آزادی اینه که ما احترام بذاریم به هویت او، مگر اینکه او داره حمله میکنه جان کسی رو خطر انداخته هر چیزی از این نظر. ما این تو ایران ما از بچگی تجربه همش باید یه جوری می بودیم یه جوری نمی بودیم. ما از ابتدا دو پاره رشد کردیم، روانمون ذهنمون. واسه همین این آزادی رو قائل نیستیم که هم که تو میگی که هر کسی هر جوری هست، این اصلا جوری نیستیم. که الان یادم افتاد اینجا یادداشت کردم که بهت بگم که گفتی که تو ایران هر کسی که میخواد راجع به خودش صحبت بکنه بیان کردن خود کلا مثلا واسه بچه‌ها اینجوری که وقتی خودت مثلا حرف میزنی که بخوای یه بازخواستی رو جواب بدی بازخواستت کنن اینجور چیزا. مثلا اینطوریه که از اون مثلا تفاوت فرهنگی که اینجا حداقل داره با ایران اینه که اینجا در هر شرایطی با خودتو بیان کنی. بیشترین سوالی که اینجا هی در طول روز از من یا از دوستان و اینا میپرسن اینه که چه احساسی داری؟ چه جوری فکر میکنی؟ نظرت چیه؟ نمیدونم. و ما به عنوان آدمایی چیزی که هیچ وقت کسی بهش نپرداخته ولی خیلی چیز جالبیه که من مچ خودم رو میگیرم موقعی که میفهمم که نمیتونم جواب بدم به این سوالا و واقعا میگم خب نظرم مثلا راجع به این چیه؟ اصلا من نظری ندارم. چیز نگرفتیم که نظر خودمون رو پرورش بدیم و بیان کنیم خودمون رو. اصلا خیلی چیز عجیبیه. و آره عزیزم که صحبت شد راجبش این بود که دلیل مهاجرت گفتم مثلا آزادی و اینا که خیلی به نظر بعضیا دلیل قانع کننده نیست. اتفاقا به نظر من دلیل خیلی خوب و قانع کننده. و یه چیز دیگه مهاجرت کردن کلا به نظر من اصلا طبیعتش باعث رشد میشه.
یعنی همین که تو از اون مرز زبانی و تاریخی و فرهنگی که میشناسی میای بیرون، میای یه جای دیگه، اصلا با میشه که بفهمی که من چقدر توانایی دارم که نمیدونستم. یعنی خیلی هو باعث مجبوری که رشد شخصیتی بکنی. مثلا من خودم الان دارم با یه سال پیشم مقایسه میکنم، زمین تا آسمون همه چیزم فرق کرده با هم. یه سال پیش از این چیزی که الان هستم نه که آرزون باشه، اصلا میترسیدم، میگن نکنه من مجبور الان کارو بکنم، نکنه من مجبور شم. ولی الان تمام اون مرزا و ترسا رو مجبور شدم که بشکنم الان بیام اینجا. اون کار آتنا چیزی که من میخواستم بگم توی همین چی گفتم آخر میگم همین بخش بود. واقعیت اینه که ما به عنوان انسان تو اجتماع، به عنوان یک پستاندار، به عنوان باشنده توی یک ساختار گروهی، زندگی جمعی، اون فضا و اون جمعه که تعیین کننده نوع بودن ماست. حالا دو نوعه، یعنی وقتی ما توی کانتکستی هستیم، اون کانتکست اون زمینه مشخص میکنه که ما کی هستیم، چه در موافقتش چه در مخالفتش. مثلا من خودم رو که نگاه میکنم، من تمام مدت کسی بودم که مخالف همه چیز بودم. خب میخوام بگم دیگری بسیار نقش تعیین کننده‌ای داره در هویتی که من فکر میکنم این هویت من است، او هویت دیگری است. یا من در یه فیلمی بود، اگه اشتباه فکر نکنم، فیلم قطار افسار گسیخته بود که دو تا دوست بودن، یکیشون طرفدار لنین بود، یکیشون مخالف لنین بود. بعد از 30 سال هم دیگه رو میبینن، اون میگه، دوستش میگه که تو در موافقت لنین زندگی تباه شد، من در مخالفت اون. ما تو ایران خیلی چیزها رو به عنوان هویت خودمون میپذیریم، اصرار میکنیم، میجنگیم، فلان میکنیم، با اصلا بعد توی کانتکست مثلا اونها اصلا موضوعیت نداره. مثلا تو فکر میکنی همش من مخالف جوابم، میجنگی، فلان میکنی، حرفا میزنی، اصلا این موضوع نیست اینجا. خب این تغییر کانتکستی که شما میگین اینطوری خیلی اتفاق عجیبیه. هم یهو میبینی که اصلا جهان دیگری است، اون کانسپت هایی مثل حرام و حلال و نمیدونم مشروع و غیر مشروع، درست و غلط و تمام اصلا اینجا وجود نداره، با جاش وجود نداره. کار تو بخوای مخالفش باشی یا موافقش باشی. اینجاست که آره عزیزم، خیلی درست. چیزی که برای من خیلی جالب بود اینجا این بود که حالا حداقل در مورد آمریکا که ما هستیم خیلی شبیه ایرانی‌ها فکر میکنن. یعنی مثلا از نظر فرهنگی چیزی که ما فکر میکنیم مثلا زشته و بده و فلانه، اینا همینجوری تقریبا راجبش فکر میکنن. این خیلی نکته جالب بود که من گفتم اینم بهت بگم. دیگه چی بگم؟ اینکه من بگم خیلی خوشحالم شما اونجا تجربه خوب داری عزیزم. اینو میخواستم بگم که در مورد مهاجرت کردن احتمالا خیلی ها هستن که همین الانش هم میخوان از ایران بیان بیرون و مهاجرت کنن و دنبال یه راهی میگردن، یه کسی که مشاوره بهشون بده یا یه اطلاعاتی راجبش پیدا کنن. من خودم موقعی که داشتم این کارو میکردم خیلی با این موضوع برخورد کردم. یعنی اینو به ما یاد دادن که هر کاری میخوای بکنی ببین آدم موفقه چیکار کرده تو اون زمینه، تو هم برو همون کارو بکن. در صورتی که این به نظر من یه باگایی داره. به نظر من آدم اگه میخواد مهاجرت کنه، به نظر من باید یه آدمی رو پیدا کنه خیلی شبیه خودش باشه از همه نظر و از اون آدم مشاوره بگیره و سوال کنه. من به عنوان کسی که مثلا متأهل اومدم اینجا، دانشجوی اومدم، هیچ وقت نمیتونم به کسی یا مثلا سطح زبانم، سطح مالیم، سطح دانش رو نمیدونم، سطح هوشم، سطح اون مدرکی که تو ایران داشتم و همه اینا تو یه خیلی پیشنهاد هیچ کسی که بالاتر از خودم یا پایینتر از خودم نمیتونم مشاوره درست بدم و اینا. به خاطر همین خیلی من پیج میبینم تو اینستاگرام، ببخشید من اینو نوشتم چون دیدم لایوت راجع مهاجرت، گفتم شاید این برای بعضیا به درد بخوره. اصلا من برای دوستای ایران گذاشتم این لایو، گفتم اونا تجربه کنن بدونن چطوری حرکت. اینستاگرام و کانال یوتیوب الان هست که راجع به اینکه شما چجوری مهاجرت کنین خوبه و نمیدونم کجا برید خوبه و فلان، راجع به همه چی، راجع به هر کشوری هست و اینا آدمایی میسازن که خودشون موفقن یا خودشون موفق میدونن. اینا میان راجع به این چیزا صحبت میکنن و آدم وقتی اینا رو گوش میده و خودش رو نگاه میکنه و میبینه که زمین تا آسمون فرق میکنه. پس من نمیتونم هیچ وقت اگه هدفم مهاجرت فقط نمیتونم بهش برسم چون یه همچین آدمایی در صورتی که این اشتباهه. فقط اون کسی که تو داری ازش مشاوره و الگو میگیری که آدم اشتباهیه. تو باید بری دنبال شبیه خودته، سابقه شبیه خودت. اینا
یه مثال میزنم واسه اون موقعی که من میخواستم مثلا یه تمکن مالی بگیرم واسه دانشگاه، چند جا سرچ میکردم. خب البته خدا رو شکر من آدم پیدا، نه که دوست از قبل داشته باشم، خودم گشتم اینجا آدم هایی رو پیدا کردم. میخوام بگم اگه هیچ کس هم هیچ جا ندارید بازم امکانش هست که پیداش کنید. بله. آدمایی پیدا کردم که شبیه خودم بودم، از اونا سوال میکردم، اونا هم خیلی خوب جوابامو میدادن. ولی یه چند دفعه سرچ کردم که ببینم چجوری میشه مثلا تمکن مالی گرفت و دیدم که طرف میاد مثلا یه لایو میذاره در مورد این قضیه، یک ساعت صحبت میکنه و اصلا انگار رو رقم تمکنه که مثلا 2 میلیارده اصلا واسش هیچی نیست، فقط داره راجع به این صحبت میکنه که کجا میخوان تمکن، چقدر مثلا کار داره، کدوم بانک‌ها بگیرید و فلان. و اصلا براش هیچ، انگار مثلا عدده فقط یه چیز مثلا بله. عدد. یه عدد است. آره میخوام بگم که اون استرسی که، چون الان خیلی یارو من از دوستای خودم هم میشناسم که الان مثلا تو این مرحله موندن، نمیدونن چجوری باید این کار از این مرحله بگذرن. مرحله خیلی سختی هم هست برای کسایی که تو ایرانن. بله. و اصلا و میگم که یعنی با کسی صحبت کنید که بدونید که خیلی پیشنهاد خوبیه. بله منم تجربه کردم همین رو. بعد اون چیز کلی که بریم اینجا پیدا کنیم نیست، باید با متناسب با خودت باشه. بله از که گفتی مهاجرت نداریم، مهاجرت ها داریم. میخوام بگم برای هر یک نفر آدم هم مهاجرت ها داریم. شما مهاجرت فیزیکی میکنی، میای به صورت فیزیکی خارج از ایران، جسمت، روحت، اعصابت همش اونجاست. نه باید هر چیزی های فایو هر چیزی رو از اونجا بکنی بیاری بذاری اینجا و این خودش خیلی سخته. و حتی برای یه آدم هم سخته. و موقعی که میایید اینجا، نمیدونم شاید تو تجربهش کرده باشی یا نه، ولی من چند دفعه تجربهش کردم، اینه که بقیه متوجه نمیشن که هنوز جسم و روحت اونجاست و فکر میکنن که خب تو رفتی پس تو حق نداری حرف بزنی در مورد کشورت، مخصوصا تو این که الان ملت همش تو ایران دیگه تو خیابون نیستن، اینجا تو خیابونن، که همینه دیگه. که اونجا مثلا من برادر من کوروش تو فیلیپس دیدم 70 تا پتنت ثبت کرده بود، این حرفا امضای طلایی داشت، یعنی هر جای دنیا بره بهش فیلیپس بهش کار بدون حرفا. کوروش ما رو میشه نه؟ بله. آره بعد اون اومد ایران. چرا؟ چون اون حالا چون سیاسی بود، از مرز پاکستان رفت، یک سال اونجا اسیر بود و بعد زندان بود و بعد رفت هلند درس خوند و این حرفا و اصلا مهمتر ممنوع ورود بود و چیزای اینطوری. اون زبان ذهنیش رو نتونست درک کنه. این که گفتی اون جسمش اومده بود بیرون ولی زبان ذهنیش همچنان ایران بود. واسه همین آخر برگشت ایران دیگه. آخر برگشت ایران. آره منم 2 هفته پیش با دوستای نزدیکم حالا اینجا هستن صحبت می‌کردم، من دارم شهریور میام ایران. یعنی برای منم اینطوری نیست که مثلا بیای و حالا میگم اکنون اینجاست، دوستایی که مثلا اینجا هستن 10 سال اینجاست، میگه کیان اولشه 2 سال اول اینجوری هی انقدر بالا پایین میشی تا بالاخره اوکیش. ولی منم همینطوری ام، یعنی من همچنان زبان ذهنی اینجاست، همش خبرها رو دنبال میکنم مثلا. آره عزیزم میدونی. آره من خودم من به این پسر توی حالا نیست کدوم از فعال سیاسی بود اون مثلا 10 سال فیسبوک اینا بود، بهش شما از ایران رفتید فلان، انگار مثلا یارو رفته اونجا خوشبخت شده و مسئول بدبختی من اینجاست. من خودم این فوش میگم رفتید اونجا فراموش کردید. الان میگن خنده نزن کسون رو تسر نوشون رو به قول مازندرانی سر خودم اومدم اینجا. آره عزیزم. آره هر که در این سرای آید در آید نانش دهید و از نامش یا از ایمانش نپرسید. آره رو جانم هست، ولی این فقط به صورت استثنایی هست. عموما اینکه تو ایران چه کسی باشی خیلی مهمه تو اینکه با شما چطوری برخورد کنن، حتی خانواده. یعنی اون عشق نامشروط که تو همین جمله ابوالحسن خرقانی هست وجود نداشت. تو نه تو خانواده وجود داشت، همش باید یه جوری میبودی، اگر یه جوری دیگه نمی بودی تو بچه خوبه نبودی، تو رو طرد میکردن، تو رو نفی میکردن، تو رو دوست نمی داشتن. حالا چه برسه دیگه رابطه حکومت با مردمش. تایپ هم بگم، این تایپه که نوع آتنام اشاره کرد، تایپه خیلی مهمه. یعنی شما درونگرا هستید، برونگرا هستید، وابستگی به خانواده و فامیل چطوریه، به دوستاتون چطوریه. من نصف ذهنم هر روز پیش دوستامه. واسه همین این خیلی مهمه. یعنی تایپ شما، این پیشنهاد آتنام پیشنهاد خوبی که شما بعد اون کسی که شبیه شما ازش بپرسید، ببینید که شما این یعنی همه این فاکتورها رو باید در نظر گرفت برای اومدن چیزهای مختلفی که
اتفاقی که میفته اینه، یک یهو سکوتی رخ میده وقتی کانتکست عوض میشه و انگار فرصت داری دوباره بازخوانی کنی تمام آنچه که بر تو رفته. دردناکترینش برای من مدرسه است. یعنی من هر چیزی بگذرم از جمهوری اسلامی از مدارس نمیگذرم. یعنی اون فاجعه که کودکانی که واقعا به دست اینا سپرده شده و اون معلم ها و اون سطح سوادشون و اون بلایی که سر ما تو مدرسه آوردن، جایی که ببینن که ما چی دوست داریم، هی قالب های رو آماده کرده مخصوصا رو به زور کنن تو اون قالب ها. من نسل‌های امروز رو میبینم واقعا خوشحالم. هم نسل‌های من که بچه دارن واقعا روی موهاشون رو میبوسم که دوباره باز تولید نمیکنن همون کودکی ما رو و اجازه میدن همونطور که آتنا گفت نظر بدن، انتخاب کنن، بپرسن، مخالفت کنن، تمام چیزهایی که ما تو کودکی نداشتیم. در تو گفتم که مقصد کجاست، یکیش اینه، یکیش جغرافیاست. من به عنوان کسی که آسمان شب برای من از نون شب واجب‌تره، اینجا خب آسمون نداریم، همش اکثرا ابرالا چند وقت آفتاب بزنم به تخته به قول قدیم میاد. اینجا سرده. من 8 ماه 2 تا شلوار، 2 تا شورت، 2 تا جوراب، 2 تا لباس با کاپشن و کلاه میپوشم. 8 ماه اینطوری بودم. الان آستین کوتاه اومدم دیگه، الان جشنیه. واسه همین به این نگاه کنید که واقعا جغرافیا خیلی مهمه. اصلا من خودم به شخص اصلا فکر نمی‌کردم که جغرافیا اینطور موثر باشه. از فاکتور یکی به نظر من اینکه مثلا شما هوای سرد شما رو اذیت میکنه، اصلا جای سردسیر نرید، بسیار اذیت کننده است، تجربتون رو خراب میکنه از زیستن. چون ما یه باشنده ایم، یه پستان داریم که جغرافیا خیلی مهمه. البته من اینجا با همین شرایطی از لباس گفتم میرم اینجا مثلا یه دور شلوارک میرم، خب بنظرم تو گوشش واقعا خیلی سرده و سرما. مثلا یعنی ساعت چنده؟ شاید حرف زدم نه 7:37 اینجا تا 11 شب الان روزه، ولی زمستونا دیگه تا 8 صبح آفتاب نیست، 4 بعد آفتاب میره. و این جغرافیا خیلی مهمه. این جغرافیا خیلی مهمه که کجا دارید میرید، بسیار تعیین کننده است. خب و اینکه تنها دارید میاید یا با پارتنرتون میاید، این خیلی مهمه. دیگه براتون چی بگم از این چیزها دیگه؟ قربون شکل ماهتون.